سلام علیکم بینندگان عزیز. امروز 21 آپریل سال 2025 روز دوشنبه ما سفری باختر کرده ایستادیم. نازد شما یه واسطه دریای بخش میبینید. دریا آبش خیلی تازه، صاف، بی غبار. یکی از طرف دیگر از کمتر آبش لای نالود هست. یعنی این آبی که به آدم جان عطا میکند، جان میبخشد به زمین و طبیعت. این داروی هم طبیعت است، هم داروی انسان است. یعنی این ماست بالای دریای بخش که به باختر می‌دراید. من این حاضر آب نصر می‌بینید، خیلی آب تازه گرد اطراف خوب هست. این دریای بخش پرنده ها خوانده ایستادن یک طرف دیگر. ماشین ها رفت و آمد کرده ایستاده. تاجیکستان به پیش، سلامت باشید، 100 ساله شوید.